با درود از استودیوی مرکزی رادیو آزادی، شما برنامه خبری 31 январ رو تماشا دارید. قبل از آن که به خبر و گزارش رجوع کنیم، به سرخط موضوع امروز توجه نمایید. ارد گران شده است. مقامات تاجیکستان سبب بالوروی نرخ ارد در بازارهای کشور را به عامل‌های بیرونی ربط می‌دهند. баланс дани орд дар вай мебошад. ғала дар ҷумҳурии Қазоқистон мебошад. به امانت مردم خیانت کردن نابخشیدنی است. رهبر الف سرمایه سری کامیابی این تشکیلات قرضی را باز می‌کند. انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها همین چیزایی هستند که ما را امروز نمی‌کنند. علاج واقعه پیش از وقوع ساختمان در تل و تپه‌های اطراف دوشنبه دیگر ممکن نیست. داستان کل تاجیکستان خانه‌های غیر قانونی را معین می‌کند. بینا را به حالت اول برمیگردانیم. چی وای فوندامنت دارد، چی وای فوندامنت ندارد. یک هفته باز قیمت خلطه ارد 50 کیلویی نوی اولی در بازارهای تاجیکستان تا 10% گران شده است. یک خلطه ارد که 10 روز پیش در بازارهای دوشنبه از 160 تا 170 سومانی ارزش داشت، حالا تا 175 و 200 سومانی افزایش یافته است. این بار سوم است که در یک سال اخیر ارزش ارد بالا می رود. روز گذشته رئیس خدمات ضد نثاری تاجیکستان نیز افزایش نرخ ارد را تصدیق کرد. سعدی قادرزاده سبب را به عامل‌های بیرونی ربط داد. сабаби асосии баланс шуданашон ин худи баланс шудани орд дар вай мебошад. ғала дар ҷумҳурии Қазоқистон мебошад. همچنین به گفته این مقامدار فرقیت قربی از اری نیز به بالوروی نرخ تاثیرگذار بوده است. ضمناً نان و محصولات دیگر اردی از مواد اصلی غذای اهالی تاجیکستان به حساب می رود. مقامات میگویند تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غله‌دانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. باقی احتیاجات خود را از حساب واردات تامین می کند که تقریباً 85% از قزاقستان آورده می شود. مقامات شهرداری دوشنبه وعده دادند که تا آخر سال روان 2 گذرگاه 3 طبقه در غرب شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار میدهند. سال گذشته بعد آغاز کارهای بنیادی ساکنان از آن شکایت داشتند که وابسته شدن راه در انزوا قرار گرفتند. هرچند قبل از این از شهروندان خواسته شده بود که با شرایط نو با تحمل مناسبت کنند. خبر برای یوسفی میگوید همین ناراضگی مردم باعث سرعت بخشیدن به بنیادی استکاده شده است. сохтумони эстакада ва ё роҳи сетабақаӣ дар минтақаи қарияи боло ки қарор аст қисмати ғарбии пойтахтро аз танбашавии беохири мошинҳо раҳо кунад, бояд 1 сол қабл аз муҳлат то интиҳои соли ҷории 2019 анҷом шавад. мақомоти шаҳрдории душанбе мегӯянд ин тасмим дастури раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон ба хотири аз мушкилоти бастани роҳ сареътар раҳо кардани сокинони маҳаллаҳои атрофи сохтумони эстакада дар ин минтақа мебошад. برای همه قدر ما هم رای با گویدینوف و با پایان رای 82 را ما باید اصفال میکردیم با اون خاطری که با وزن تر نشود راه را ما باید کشاد کنیم و دو تا راه دیگر را ما خودمون هم در نقشه داشتیم. نقشمون بعد سال 20 دا موندیم و دیگر راه را سال نقشه دا موندیم که با وزن نشود برای همون راه بین کوارتال. қаблан мақомоти вазорати нақлиёт иддао доштанд ки сохтумони роҳу эстакада дар маҳаллаи қарияи болои душанбе ба сокинон мушкили ҷиддие эҷод накардааст. иддаое ки сокинон на танҳо онро такзиб мекарданд, балки шикоят доштанд ки сохтумони ин роҳ ба куллияи рӯзгорашон таъсири манфӣ гузоштааст. фикри халқам кунан тезтар соз кунан я тарафша кофтиям партофтиям кор накадестан я скори мебиёя я пожарни мебиёя на зимистона ҳама плита ё ки вай мемонанд ба куҷо мегзара ҳам скори ба куҷо мегзара. дар атрофи сохтумони роҳи сетабақаӣ аз маҳаллаи 82 то маҳаллаи бемористони қарияи боло нуқтаҳои зиёди тиҷорату хидматрасонӣ фаъол аст. аммо тӯл кашидани сохтумони роҳи сетабақа соҳибмулкони он нуқтаҳоро нигарон кардааст. зеро дар тӯли ҷараёни сохтумон тиҷорати дукону мағозаҳо ба сурати бесобиқа коҳиш ёфтааст ва теъдоде аз онҳо дари худро бастаанд. ба хотири савдои мо хубтар буд, раҳра ки маҳкам карданд ва камтар савдо камтар шид. ҳастанд клиентои пасани ҳастанд ки меоянд. тарҳи роҳи мошингарди таркибие ки пойтахтро ба шаҳри турсунзода мепайвандад моҳи феврали соли 2018 шурӯъ шуда қарор буд то моҳи сентябри соли 2020 сохта ба истифода дода шавад. бунёди эстакадаи нав бахше аз нақшаи геймплан ё бозсохти куллии симои шаҳри душанбе аст ки давоми беш аз 10 соли ахир амалӣ мешавад.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هفته آینده با یک سفر 2 روزه وارد دوشنبه می شود. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که ملاقات سرگئی لاوروف با پرزیدنت تاجیکستان و رهبر وزارت کارهای خارجه این کشور در نظر است. جانب‌ها جریان آمادگی‌ها برای دیدار و ملاقات در سطح عالی دو کشور را با نظر داشته نقش مهم تاجیکستان در سپد و سرحد طولانیش با افغانستان بررسی می‌کنند. این سفر در شرایطی انجام می شود که 2 روز پیش معاون وزیر کارهای داخلی روسیه گفته بود جنگجویان داعش به طور گسترده با چرخبال‌های ناشناس از پاکستان به مرزهای تاجیکستان انتقال می‌یابند، اما بعداً وزارت کارهای داخلی روسیه اظهارات بحث برانگیز ایگور زوبوف را شرح داده گفت که اطلاعات بیان داشتن نظر شخصی او بوده، موقع رسمی این نهاد نیست. کاربران ارجمند آزادی ویدیو، آنهایی که نوار و عکس و یا خبر عاجل دارید با رقم پلوس 420 724 056 681 با واتساپ و وایبر بفرستید. یادآور می‌شوم که این رقم نه برای زنگ‌های تلفنی بلکه پیامگیر است، یعنی بعد دریافت مواد از شما ما با شما در تماس می‌شویم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در حالی که چند سال اخیر نظام بانکی در تاجیکستان به بحران پیچیده است، الف سرمایه یک تشکیلات قرضی کار خود را موفقانه پیش میبرد. این مؤسسه مالی 5 سال پیش به فعالیت آغاز کرده و بر پایه معیارهای بانکداری اسلامی به مشتریانش قرض میدهد. عبدالله قربانوف رهبر الف سرمایه در یک صحبت با مولرجب یوسفی دیدگاه خود را درباره عامل‌های بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن بیان کرد. ما از اول خیلی صرفه‌کارانه کار میکردیم. کشوده‌شوی یگان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بیناهای کلان، الکی خیلی آدم آنجا کار میکند، تمام تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدند. کشوده‌شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجرچه خردکک در 5م آشیانه یک بینا 2 نفر و 2 نفر نصف روزی 2 نفر روزی پره یک به یگان وای گذشته بود و از همان دوره ما صرفه‌کار و بسیار دقت میکردیم به خراجاتمان تا امروز. به نظر شما سبب‌های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی و به کسادی دچار شدن کلانترین بانک‌های تاجیکستان در چه است؟ در مثال تاجیکستان الکی چندین صدها شاید مقاله‌ها و آنالیزهای بودند، تحقیقات‌های بودند که سبب‌های بحرانی خصوصا ساحه بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض‌هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشد و غیره و غیره. اما اگر تحقیرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت‌های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفرها را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین ساحه باشد. بانکداران سابقه‌دار و بخصوص برخی از مؤسسان بانک‌های خصوصی در 2-3 سال اخیر از وجود بعضی بازی‌های پسی پردگی صحبت کردند و محض همین مشکل را یکی از سبب‌های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی خوانده بودند. برخی هم درباره فشار و درباره از خودکنی تجارت موفق هم صحبت کردند. شاید استثناء باشد، شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است. یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان این بلند بودن فایزهای قرضی برای صاحبکاری گفته می شود. این مسئله هم به قبل یک ترمز و یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما تا کجا درک این مسئله در سطح تصمیم گیرندگان نظام بانکی تاجیکستان وجود دارد؟ این همه خوب درک میکند. همینطور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد به همین چیز نگاه کرد. با فکرم همه درک میکند، از بانک ملی تا مقامات های دخلدار کوشش میکنند که فایزها پس شوند، اما
ایره برای سنئی برای مجبوری کردن مسئله حل نمیکنه. شکل کامل صحبت عبدالله قربانوف بانکدار موفق توجیک رو میتوانید در www.azadi.org پیدا نمایید. من برنامه را ادامه میدهم. دوستان کل تاجیکستان میگوید منزل‌هایی که در تل و تپه‌های اطراف پایتخت غیر قانونی بنیاد شدند تفتیش و در حال ضرورت تخریب خواهند شد. در دوام چند ماه اخیر الکی ده‌ها صاحبان این گونه منزل‌ها آگاهینامه گرفتند. باشندگان برخی از این خانه‌ها در صحبت با شادمانی یتیم گفتند زندگی در چنین منزل‌ها از ناعلاجی است و اگر سرپناه آنها تخریب شود جایی برای رفتن ندارند. فقط با ترس لرز خواب میرم که حال خونم چپه میشه. ترسی عدالت احمدова بعد از چپه شدن این قسم دیوار منزلش بیشتر شده است. منزل این ساکن محله سرخاب دوشنبه ته کرسی ندارد و الکی از بارشات زیاد قسمی از دیوارهایش خراب شده اند. این خدا رحمتی خوجاینم سوختگی بود وریمیانکا که خیلی اگر وای شدیم اگر ساز شدیم خیلی بد بخونه بد ساز میکنیم که کسل رک شد مرد. مثل عدالت احمدова صدها نفر در تل و تپه ها خانه های بدون ته کرسی یا در نزد جری ها بدون رعایت طلبات معماری منزل ساختند. قسمی اگر در دوره استقلالیت ساخته شده باشد قسمی دیگر 60-70 سال پیش بنیاد شدند. منزل سایمه ملایوا 50 سال پیش بنیاد شده است. هرچند خانه اش ته کرسی دارد به ترتیب ساختن منزل های محله باعث جمع‌شوی آب برف و باران و در نتیجه تخریب قسمی از منزل شده است. نویسو هم چپه شده و برف باران آیوی خیلی همسایه‌ها خیلی ویرانه شدن. اوسو پشتی خونم خیلی خونم چند بار گشتم حکومت رفتم شکایت کردم هیچ که ناومد. یگان بار نگفتن که خیلی از بس که ساکنان منزل‌های استقامتیشان را بیمه نمی‌کنند هنگام تخریب یا دیگر آفت‌ها از هیچ کجا کمک یا جبران گرفتن نمی‌توانند. با تأسیس یک کمیسیه نهادهای مسئول دولتی خانه‌های تل و تپه‌های شهر دوشنبه، حصار و ورزاب را می‌سنجند. با گفته مسئولان کمیته ساختمان و معماری از یک طرف آشکار کردن ساختمان‌های غیرقانونی و تقسیم زمین باشد، مقصد دیگر معین کردن خانه‌هایی است که بدون رعایت طلبات ساختمانی بنیاد شدند. این کمیسیه زیر نظارت دادستان کل در 3 ماه نزدیک 220 حالت غیرقانونی بودن خانه‌ها را آشکار کرده است. کدام بینایی که غیرقانونی ساخته شده است ما حتما بینا را به حالت اول برمیگردانیم. چی وای فوندامنت دارد چی وای فوندامنت ندارد. قانون چی را طلب میکند ما اجرایش قانون را نظارت میبریم و اجرایش آن را تامین مینماییم. مقامات میگویند به ساکنان آگاهینامه فرستاده ساختمان را در تل و تپه های اطراف دوشنبه منع کردند. اما برخی ساکنان بیم دارند با تخریب بیناهایی که 10 سالها پیش بدون طلبات ساختمانی بنیاد شدند به جای زیست میمانند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. و دادگاه حربی гарнизони خوجند یک افسر پلیس را به 13 سال زندان حکم کرد. شهرت شمس‌الدینов سابق کارمند اداره پلیس خوجند در شکنجه کامل خوجا نظرов ایبدار دانسته شد. خوجا نظرов عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در نویای 8 بعد رهایی از بازداشت ماه اکتبر سال 2017 خود را کشت. اما قبل از این او در یک ثبت صدایی گفته است که مفتشان هنگام بازپرسی او را عذاب و شکنجه دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. بعد آشکار شدن این نوار مقامات تاجیکستان به ضد 3 کارمند نهادهای قدرتی پرونده باز کردند. در پی این شهرت شمس‌الدین فرار کرد ولی او را آخر سال 2018 در قرقیزستان دستگیر نموده و به دست مقامات انتظامی تاجیکستان سپردند. برای امروز برنامه خبری را پایان میبریم. اگر شما شاهد حادثه فوق‌العاده شدید و عکس و نواری جالب و مهم دارید برای ما بفرستید. ما با شما حتما تماس میگیریم. گزارش‌های رادیو آزادی را در آزادی ویدیو تماشا کنید. سامانه ما www.azadi.org نیز در خدمت شماست. فردا تماشای نوید بمبدادی را در صبح بر وقت فراموش نکنید. خدا نگهدار.